خب بچه‌ها آماده نقاشی کشیدن هستین یا نه؟ من اصلا هستین یا نه؟ نقاشی کنم. من آقا این سلو موده به درد عمش خورد. چیه دارم دوزم نمیبینم کامنتاتونو. آره آمادن بچه آمادن. آماده نقاشی. خب بچه‌ها باش کنار بیام بعد. بچه‌های گل، یاران من، دوستای عزیز دل من، قبل از اینکه مسابقه شروع شه فقط گفتم بهتون چقدر دوستتون دارم. خیلی دوستتون دارم. من خیلی بیشتر آب یخ هم پر میکنیم تو تفنگا. آب یخ. خب بچه‌ها بنویسین که چی بکشیم. ما همینجور رندوم از توش انتخاب میکنیم. یکی نوشت گوسفند. نه وایسین تایمر. تایمرم آماده کنیم. وایسین بچه‌ها داره شروع میشه. گوسفند رو میریم تا بعدی. اینجوری قبل نیست تو الان داری فکر میکنی. نه من به هیچی دارم فکر نمیکنم. یعنی چی؟ من گوسفند فکر نمیکنم. نمیکنم گوسفند فکر. اسکول. یه دقیقه نکن. زود باش تایمر رو بزن دیگه. واسه تایمر. خب 40 ثانیه. بچه‌ها 40 ثانیه وقت دارن. نه 40 ثانیه. 40 ثانیه. 3 2 1 گوسفند. چند ثانیه شد؟ 20 ثانیه. وقت دارم هنوز. گوسفند چه شکلی بود؟ دقیق من فقط یه گوله تو سرم که گرده بس. کله گوسفند چه پوزه داشت. گوسفند پوزه داشت. چرا سوء تمام شد؟ وقت تمام شد. 3 2 1 وقت تمام شد بچه‌ها. خب نشون بده. اون چیه که یعنی چی اون چیه؟ یه دقیقه وایسا. اولا که تو به کمک نوشتار داری درست میکنی. اون بج ارزنیه. بچه‌ها قبول دارن که بج ارزنیه. نه هیچ که قبول نداره. برای من پوزه داره. گوسفند پوزه داره. مستطیل پوزه است. بله اون پوزه است. کشیده است صورت گوسفند. پخ نیست مثل بعد. چرا صورت گوسفند سیاهه؟ بچه چقدر نازه گوسفند. چشاشو نگاه کنی. آخر سرم این گیلا رو از رو من چیز کردی. تو از رو من چیز کردی. پاهاش هم ضعیفه. هیچ استواری نداره این پا. بچه‌ها پاهای من خیلی قوی تره. پاهای دوستان من لینک رایو میذارم. از این گوگلی تر من گارانتی میکنم هیچ گوسفندی تو دنیا نیست از این گوگلی. این تایمره داره هنوز میره. از این گوگلی تر هیچ گوسفندی تو جهان نیست. خب بچه الان تو کامنت ها چیزا میذارم. چشاشو ببینین چقدر معصومه. اگه بهش رای ندین بچه گوفند دارم فالو درست میکنم. وایسین. گوفند. خب بچه ها برین اینجا رای بدین. میمونه؟ برین اینجا به من رای بدین. چجوری میتونم پین کنم؟ همونه نه ولی همه نوشتن میا. اصلا لازم نه من دارم نمیبینم کسی چیزی نوشته باشه. میا بچه‌ها چشماش. بچه‌ها ببینین چقدر نرم و خوب. رای بدین. فعلا 52% به میا. رای بدین بچه‌ها. رای بدین. بچه‌ها چی دارین؟ درست دارین رای میدین. آفرین. همین خطا برین جلو. رای بدین. بچه‌ها پوزه. گوسفند پوزه داره. نمی‌تونی با کمک گریه چیز کنی. نکن. 52% نه. 52% نه. بچه اولش داشتیم بچه تو رو خدا بچه این گوسفند نیست. وای چقدر حال به آبت پشتمت. وای این 6000 نفر رای دادن. آقا 6000 نفر رای دادن 52% من. این نیمچه مستطیل این چه مهم نیست. بچه‌ها این بازی رئال بودن که توش مهم نیست. این بازی حسه. دیزنی میاد گوسفندو پس فردا ازم میخره. اون وقت میگین چرا رای ندادن؟ برای من داره حسه. دیزنی میاد گوسفندمو میخره. برای من داره حس گوسفندو منتقل میکنه کامل. برای تو وحشتناک صورتش. نه اون گوگلی نیست. 52% کوروش. یک کوروش. بذار بنویسم. 1 هیچ. خب بعدی آماده این بچه‌ها. 72% پر شد. دمتون گرم. چند تا بذاریم؟ 10 تا بکشیم. من دیگه نمیتونم نقاشی کنم.
بچه ها به من رأی نمیدن. خب بچه ها بعدی چیز بعدی رو بگین. نمیدن هر کاری میکنم به من. کلیه دارم میگن بیگ مسعود. بیگ مسعود رو بکشین. بیگ مسعود رو بکشین. چه شکلی بود؟ من قیافه ها شکلا یادم بره. وایسا تایمرم بزنیم. قد کافی هول بودم. حالا هم باید با تایمر نقاشی کنم که بهم رأی ندن. عالی شد. روی منو زمین نمیزنین و به من رأی میدین. نمیدونم. 3 2 1 بیگ مسعود. چه شکلی بود؟ وایسا. خب دفاع کن سریع بریم بعدی. بچه‌ها گردنبندش اینجوری داره. بیگ مسعود تا جایی که من یادم میاد گردنبند نداشت. اون عکسای فتوشاپی که ازش هست همه خیلی گنگی و ایناست و اینا داره رپ میخونه. این شکلیه دیگه بچه. من خودم قیافش یادم نیست که دفاع کنم. برای تو شکلی آدم افسرده واقعیه. برای من این جنبه مسخرش کردین. برای من یه جنبه فکاهی داره و خیلی قشنگ‌تره. خب تو الان ساوت پارکه سیکس پکو داری. بیگ مسعود من واقعا بیگه از همه نظر بیگه. سینه ها رو می‌بینی؟ بیگ دیگه بیگه خالکوبیه. سینه ها رو می‌بینی؟ عظمت سینه ها رو داری. دندوناش داره شوفاژه. دندوناش شوفاژ نیست. دندون سیبیل اون. خب بچه‌ها پول میزنم رای بدین. دیگه یعنی اگه به من رای ندین بیگ مسعود میا کوروش. بچه‌ها به من رای بدین واسهتون رو آمبولانسی میرقصم. بچه‌ها نه این الکی. به من رای بدین آمبولانسی میرقصم واسهتون. رای بدین بچه‌ها. رای بدین بچه‌ها. من یه دقیقه این انالیتیکس چیزمون رو چک کنم. واقعا مرسی از تک تکتون بچه‌ها. مرسی واقعا. من اصلا هنوز تو کف اونم نتونستم از بیگ مسعودم دفاع کنم دیگه. امیدوارم با رأیتون. دارم به میا رأی میدین؟ نه نه فعلا هنوز 37 نفر رأی دادن. اوه با اختلاف دارم به تو رأی میدم. قبلیه مثلا یه 2-3% بود ولی این اینجوریه که اصلا با اختلاف میفته بیرون. بچه بیگ مسعود میا اصلا وحشتناک بود. یعنی چی؟ قیافش نمیبینین؟ چشاش معصومه. غم چشاش اصلا منو گرفتین. نقاشین چیه این؟ وحشتناکه. معصومیتشو نگاه کنیم. تتلو رو بریم انقدر دوست دارم ببینم. بریم اگه واقعا دوست داریم. بچه‌ها خیلی تتلو میخوام. خب 40 ثانیه تتلو. بذار فکر کنم. تتلو قبل از خالکوبی یا تتلو بعد از خالکوبی؟ دیگه خودت میدونی. من قبل خالکوبی میخوام بکشم. من اصلا نمیتونم قبل خالکوبی. بریم. 3 2 1 خودکارم نمیکشه. حالا پیشونی بزرگی داره و موهای بلندی داشت قبلا. من دارم اشتباه میکنم. برای من شبیش نیست. چجوری تتلو رو بکشم بچه؟ این چه سخته. بذار از اول بکشم. من از اول بکشم. وقت ندارم. وایسا اصلا نمیدونم. من دارم جدیده رو بکشم. جدیده آسون تره چون شبیه گاداوره. من ددپول رو کشیدم اشتباهی. من اصلا نمیفهمم چی شد. مو داره وسطش مو داره. وایسا. نه تو رو خدا وقت بیشتر بده. من بعد این چیه من بچه من شروع کردم وسط کار از اول کشیدن قبول نیست. من وسط کارش میگم از اول کشیدن. من از اول گفتم تتلو رو نمیتونم. میشه یه فرصت جدید بدین؟ من ددپول کشیدم. این چیه مگه؟ بچه من اول وایسین بذار آدم کشیدی از پشت. من اول داشتم با موهای بلند شروع کردم با این پیرنای وی شکل داره. خیلی وی داشت اولا. خب یقه هفتی سنگین. بعد خراب کردم. بعد از اول کشیدن شد ددپول. خب بعد خراب شد ولی به جاش من میتونم بخونم واسه با تو نمیپرم حتی با یه آدم ناتو نمیدم دست احدیاتو. من اصلا نمیفهمم چجوری رای میاری تو. نمیگیره هیچ کسی جا تو. بچه کمک. ووی کمک. چه هلویی چه چشای بلویی. بچه به من رای بدی. من اصلا نمیدونم دیگه چی بگم. کوروش تا اینجوری میکنه میگه تتلو. نه وقتم من خراب کردم چون که تو سرم چند تا تتلای مختلف اومد. یه تتلای دیگه ووی. بچه بعدی میخوام آخریش باشه به خاطر اینکه دیگه به من بعدیش آخریه. احساس کنم داره در حقم نامردی میشه.
رای بدین بچه‌ها، رای بدین. پی کرش یه تومن چیز کرده. دمت گرم کرش. پی ایچ هم فکر کنم امیر فانتومه 1,500,000 واقعا دمتون گرم بچه‌ها. واقعا اصلا واقعا مرسی واقعا. موریس چربم 100 تومن داده. مرسی موریس. من میدونستم که موریس ویدیو نگاه میکنه. امیر مهدی رسول 200 تومن واقعا دمتون گرم. مرسی بچه‌ها. آخر سر گفتم همه رو میخونم. میا 66%. وای وای من احساس کنم دارم میبازم. وای وای. چه بلویی؟ وایسا هنوز رای میدن، هنوز امکانش هست من ببرم. بچه‌ها خفنن. بچه‌ها این دست آخره، الان 3-3 مساویم، هر کی بره برده. میبازی اختلافت اصلا، یعنی من اینجام تو اونجایی. باشه من فکر کنم چندی صفر؟ نه صفر نیستن، 35% هم اسکل. بچه‌ها خیلی ستون دارم. خب بچه‌ها اشکال نداره، گوشم فقط نصف کردی از بس. خب بچه آخریشه الان کی جلوست؟ منم. هر کی اینو آره نه 3-3 مساویم. هر کی یه دونه رو درست بکشه، هر کی بچه این رأیو بیاره برنده است و خیس میشه و اون یکی رو خیس میکنه با تفنگ پاش. بچه من واقعا نمیخوام. خوب دیده میشه وقتی آب بپاشم بهت، یعنی خوب وقتی من به تو بچه به من رای بدین. موموکا که شکل خودت دیگه. خیلی دارم میسن، خیلی هم قشنگی میاد. مرسی بچه. آقا اژدها رو خیلی گفتم بریم تو کار اژدها. اژدها کدوم شکله؟ خیلی اژدها رو گفتم، یعنی کدوم شکله نمیگم به کدوم شکله، فکر کن کدوم شکله. خب بریم اینم آخریش. اژدها داریم تا اژدها. وایسا ماژیک من کو. سماوگ داریم تا ماژیک من کو. چی بود اسمش؟ بچه‌ها هر کی اینو ببازه باخته. این یکی هر کی ببازه باخته. ماژیک من کو. آخه ماژیک نداری؟ ماژیک من کو. حیفش. چی کار میکنی ماژیک توی کو؟ اونها دیگه جلو چشته. ببخشید. خب حل. خب اجدا. وایسین. حالا نکشیدم اجدا. 3 2 1. جا نشد تو صف دیگه با کشم ساری. چند ثانیه؟ چی شده؟ چند ثانیه وقت داری؟ ای وای گذشت 3 ثانیه گذشت. نه نمیتونی بکش دیگه. تو داری میکشی. من دارم نمیکشم. باشه چیزی کشیدی بعدش. تازه این کار دومم بود، کار اولم خراب شد. داری میکشی هنوز داری میکشی، نمیتونی این بکشه. خب نه بیا 3 بچه‌ها من خیلی وقتم کم می‌کنم 2 بار کشیدم. 2 بریم. کوروش خیلی بریم. 1 بچه نگاش کنین. خب بذاری من دفاع کنم. اول تو از خود دفاع کن. بچه ببینین اصلا دیگه گوگلی تر چشاشو نگاه کنین چقدر نازه، دندوناش تیزه ها، اینجوری نگاش نکنین. اژدهاست. خب حالا بذاری من دفاع کنم. بچه‌ها این اژدهاییه که به کمک هم این شما یاران عزیز دل منی، خب عشقای منی، با هم اژدها رو مهار کردین. همونجوری که می‌بینین من قوز گردنش هم گرفتم نشستم روش. بذار زوم کنه. آره وایسا این قوز گردنی که من روش نشستم، شما همه اینجوری میگین هی کوروش باریکلا، همه با هم کشتیمش، دست به دست هم مهار کردیم اژدها رو. خب این نشون که چقدر ما شما همه با هم متحدیم. میاد فقط یه اجرای همینجوری زشته عادی کشته، بر من داستان داره، بر من روایت داره، بر من انگار از توی کتاب داستان در اومده. این چقدر نازه. قدرت رو نگاه کنید بچه‌ها، ما با هم قدرتمندیم. یعنی چی بچه‌ها تو سر تو اینجوری ان؟ یعنی حتی نمیتونستی وقت بذاری بچه‌ها رو راه وقت نبود راه در عجب آدمی هستی، خراب نکن نقاشی. بچه‌ها داره میخواد روابط بین ما رو خراب کنه. این میخواد کار ما رو خراب کنه. گوش ندیم بهش. نگاه کنین. گوش
رای میگیریم. قوز گردن خیلی مهمه که مهار شده. اژدها. اولا خدا میذارم تیر کمانا رو میبینیم بچه‌ها زدن بهش. تیر و کمانا رو میبینیم زدیم بهش. بچه‌ها اون شکلی نیستن. بچه‌ها خیلی ناز و گوگولی تر از اژدها. بچه‌ها رأیتون مهم نیست. فقط می‌خوام بدونین که من خیلی دوستتون دارم بچه‌ها. یعنی اصلا بچه‌ها من خیلی بیشتر. بعد خیلی احساساتی شدم سر این استریممون. بعد اصلا Yes! من برم آب پر کنم بیام. نه خیر هنوز وقت هست دارن میدن. بچه‌ها دارن رای میدن به من. بچه‌ها آب سرد یا آب داغ؟ بچه‌ها خسته شدم اینقدر مجازات شدم به بیدلیل. بسه بیدلیل نیست. من بهتر دارم چی کار میکنم. همین. بچه‌ها یه ذره وقت بده. بچه‌ها الان اصلا نیستن بچه‌ها یه دقیقه دارن میان تازه. نه بچه‌ها هستن. یه دونه استوری بذار بگو که مجازات میشی. وایسا. سخته نمیخوام. من میذارم. بچه‌ها میخوام یه دونه استوری بذارم. نمیکنه بچه‌ها. تنگه. نگاه کن 40 من 40. بذار یه دونه استوری بذارم بگم که میاد داره همین مجازات میشه. وایسا. بچه‌ها من واقعا حالا سر ندارم. نمیخوام تو. وایسا. نکن ببین خیس میشه. مجازات سنگین تر خواهد شد با این کار. پا خیس کرد. نکنی نه بیا تو تصویرتر. نمیخوام چرا داری برنامه میچینی برای خوبه. من واقعا فهم کنم این سری به من رای میدین چون که سری پیش دیگه مثلا کوروش گناه داشت و اینا ولی خیلی 3 مجازات این سری نکن. خیلی است بعد اینجوری آدم بدون با تعلیق نکن. یه دقیقه نکن وایسا. اینجوری کلی باز در میری بچه‌ها فکر می‌کنن من آدم بدم. قانون بازی این بوده. دارن میگن اصلا نمیخواین. نه هیچکی داره نمی‌نویسه نمیخواین. همه دارن میگن ایول مجازات. همه دارن میگن مجازات. هیچکی داره نمیگه. نکنین. گناه داره. هیچکی داره اینو نمی‌نویسه. از خود داری در میاری. کاملا داری از خود در میاری. همه دارن می‌نویسن مجازات فقط با فونت‌های مختلف. خب بچه‌ها 3 2 اون نامردیه. اینو بده من. بذار اینجا. اگه خواستی. من میگم 3 2 1 میذارم. 3 2 باشه بس. چرا بسته تموم نمیشه اون مخزن تمومی نداره. خدا این خیلی خوب بود. زندگی بسیار راضیم. درسته که خیلی چیزا اون الان میسوزه. یه دست حالا بیاریم اینجا رو خوش کنیم. ببینمتون بچه‌ها استریم بعدی. فردا شب هم ویدیو داریم. خیلی عشق بچه‌ها. واقعا دارتون میگم 210%. مرسی. مرسی. خیلی باحالین بچه‌ها.